این ویدیو مخصوص آقای پزشکیانه. اگه آقای پزشکیان نیستی برو بعدی دیگه عزیز من. آقای پزشکیان نیستی، حیف پول فیلتر شکنت نیست. سلام علیکم، خوب هستین؟ اخیراً فرموده بودید که نمیدونید بابت گرونی ها باید یخه کی رو بگیرید. خواستم بابت این پیشرفت از شما تشکر کنم، جدی میگم به خدا، چون تا پیش از این دولت اصولاً به گرونی اعتقاد نداشت. مثلا وزیر جهاد کشاورزی میگفتن افزایش قیمت حبوبات منطقی، مشکلی نیست. اینکه الان دولت متوجه شده گرونی هست خودش پیشرفته. پیشرفت مهمتر اینه که دولت متوجه شده باید یقه یکی رو بابت گرونی بگیره. اینم تا همین چند وقت پیشا قفل بود. مثلا سخنگوی دولت گرونی سیب زمینی رو انداخت گردن مردم، گفت زیاد میخریم. یا مثلا گرونی کیوی رو انداختن گردن صادر کننده، گفتن زیاد صادر کرده. گرونی برنج هم که کسی گردن نگرفت، گفتن محتکرها خودشون زیاد احتکار کردن. الان من انقدر خوشحالم که واسه گرونی ها میخوان یقه بگیرید که حاضرم یقه خودم رو بدم واسه گرونی ها بگیرید، بلکه از این بلا تکلیفی رها بشیم بریم مرحله بعد.